آوردند که ملکی از ملوک آل ساسان و پادشاهی از پادشاهان جزایر هند و چین 2 پسر داشت. 2 فرزند قوی پنجه، باهوش و دانشمند که هر کدام از جهتی یگانه دوران بودند. پسر بزرگ نامش شاه زمان و پسر کوچک اسمش شهرباز بود. شهرباز در دلیری، شهامت و بذل و بخشش شهره آفاق بود و شاه زمان در درایت، سیاست و مملکتداری زبانزد عام و خاص. پادشاه جزایر هند و چین در زمان حیات خود پسر بزرگ را به پادشاهی و حکومت سرزمین سمرقند گمارد و پسر کوچک را نزد خود نگه داشت. بعد از مرگ پدر، شهرباز جای پدر بر تخت سلطنت جزایر هند و چین نشست. آن 2 پسر بعد از مرگ پدر هر کدام 20 سال تمام بر سرزمین‌های تحت حکمرانی خیش با اقتدار حکومت کردند. البته این اقتدار به ظاهر بود، زیرا هیچ کدام قدرت اداره صحیح خانه و دربار خود را هم نداشتند. بالاخره یک روز برادر بزرگ یا شاه زمان دلتنگ دیدار برادر کوچکش شد. وزیر اعظم خود را فراخواند و به او گفت: من برای دیدار برادر خود شهرباز عزم سفر به سرزمین او را کردم. اول اینکه در غیاب خود اداره امور مملکت و نیابت سلطنت را به تو می سپارم و دوم ترتیب سفری مجلل و شاهانه را برای من بده که 2 روز دیگر قصد حرکت دارم. وزیر اعظم اطاعت امر کرد و پس از آماده شدن مقدمات کار، شاه زمان با جمعی از نخبگان و زبدگان و برگزیدگان دربار خویش سفری را به سوی جزایر هند و چین آغاز کرد. شاه زمان و همراهان او اولین روز سفر را رفتند تا شب فرا رسید و تاریکی همه جا را فرا گرفت. کاروانیان خیمه‌ای بزرگ برافراشتند تا شب را بیاسایند و صبح روز بعد به سفر خود ادامه دهند. شاه زمان هنوز در خیمه خویش نیاسوده بود که یادش آمد گوهر گرانبهایی را که به عنوان سوغات برای برادرش شهرباز تهیه کرده جا گذاشته است و برای آنکه بین همراهان و ملازمان خود به فراموشکاری شهره نگردد، بعد از آنکه همه به خواب رفتند 2 تن از نزدیکان خود را خبر کرد و به آنها گفت: بدون آنکه با کسی صحبتی داشته باشید همراه من بیایید که قبل از طلوع آفتاب برمیگردیم. کاری پیش آمده که باید با سرعت دوباره به سوی دربار روانه شویم. شب از نیمه گذشته بود که شاه زمان با 2 همراه خود وارد قصر شد. آن 2 تن را بیرون ساختمان گماشت و خود به خوابگاه رفت. وقتی وارد خوابگاه شد، در همان اولین شب سفر و غیبت از خانه، همسر خیانتکارش را با مردی نامحرم و اجنبی در وضعی دید که طاقتش طاق شد و اختیارش را از دست داد و شمشیر از نیام برکشید و آن 2 خیانتکار ناسپاس را که از ترس زبانشان بند آمده و نفس در سینه ایشان حبس شده بود سر از تن جدا کرد. سپس اندوهگین و خشمناک اندکی نشست و سر پردردش را در میان 2 دست گرفت. سپس از خوابگاه بیرون آمد بدون آنکه هیچ سخنی حتی با آن 2 تن همراه محرم خود که بیرون خوابگاه ایستاده بودند بگوید. با گوهر گرانبهای سوغات برادر در دست و خاطره دردآور آن 2 خیانتکار پست سوار بر اسب به اتفاق همراهان به سوی اردوگاه تاختن گرفت. سرانجام بعد از 2 هفته راهپیمایی و تحمل رنج سفر به مقر جزایر هند و چین، کشور تحت حکومت برادر کوچک خود شهرباز رسید. شهرباز که خبر آمدن برادرش را شنید، دستور داد تا شهر را آذین بستند. کوی و برزن را چراغانی کردند و در و دروازه را با فرش و گل آراستند و خود با گروه کثیری از امرا و نجبا و وزرا به استقبال برادرش رفت. شاه زمان دست در گردن برادرش انداخت و او را غرق بوسه کرد، اما شهرباز حس کرد برادرش بعد از 20 سال دوری آنگونه که باید اشتیاق دیدار او را ندارد. شهرباز از اندوه برادر در شگفتی بود. پنداشت شاید رنج سفر و راه زیادی که پیموده باعث خستگی او شده، لذا بلافاصله برادر خود را به کاخی که برای استراحتش آماده کرده بود راهنمایی کرد. 2 روز به او فرصت داد تا استراحت کند و خستگی راه و کوفتگی سفر از تنش خارج شود. اما صبح روز سوم که شهرباز به دیدار برادرش رفت، باز هم او را غمگین و آزرده دید. طاقت نیاورد و از برادرش علت را پرسید که چه چیز روحش را آزرده و تنش را رنجور و رخش را زرد کرده، که شاه زمان پاسخ داد: جان برادر،
برای اینکه این ملال و افسردگی از من دور شود، از تو می‌خواهم که برنامه یک شکار چند روزه را ترتیب بدهی، بلکه این برنامه شادی را دوباره به من بازگرداند. شهرباز پاسخ داد: من هم که پس از سالها دوری موفق به دیدارت شده ام، امید داشتم تو را خندان و شادمان ببینم، نه غمگین و افسرده. آیا دلت نمی‌خواهد راز دل خود را با من که یگانه برادرت هستم در میان بگذاری تا چاره‌ای بهر آن بیندیشم؟ شاه زمان پاسخ داد: فعلا تو ترتیب آن برنامه شکار چند روزه را بده، بلکه گشت و گذار در دشت و صحرا چاره دل افسرده‌ام باشد. برنامه شکار چند روزه تدارک دیده شد و چون سحرگاه روز شکار، شهرباز به کاخ شاه زمان رفت تا برادر را برای برنامه شکار همراه خود ببرد. مهمان خود را در بیماری و حال زار دید. شاه زمان با رنج و اندوه به برادر کوچک خود گفت: حال که تو ترتیب برنامه شکاری به این باشکوهی را داده ای، هیچ چیز را تغییر نده. تو همین حالا حرکت کن. من صبح روز بعد که حالم بهتر شد به تو خواهم پیوست. صبح شد. شاه زمان رنجور و تب کرده اندکی پرده اتاقش را به کناری زد تا به باغ عمارت اندرونی نگاهی بیاندازد. اما شاه زمان رنجور چیزی را دید که غم جانکاه خود را از یاد برد، زیرا ساکنان اندرونی پادشاه به تصور اینکه دو برادر و همراهانشان اندرونی و مهمانسرا را ترک کرده اند، فارغ از دغدغه وجدان و بیم از عذاب الهی، در حیات اندرونی که دیوارهای بلندی داشت و دور از چشم دیگران بود، مجلس ایشونوشی گسترده بودند. شاه زمان همسر خطاکار خود را در خوابگاه، آن هم در شب تاریک، با یک مرد نامحرم دیده بود، اما او در روز روشن تمام زنان حرمسرای برادرش شهرباز را میدید که با بی‌پروایی به فسق و فجور مشغول بودند. اگر شاه زمان فقط ماتم خیانت یک سوگلی خود را داشت، اما در آن هنگام میدید که زنان حرمسرای برادرش به خیانتی وقیحانه مشغولند. در نتیجه ماتم و درد بیدرمان برادر باعث شد که تب و بیماری و رنجوریش آنقدر بالا گیرد که دیگر قدرت دوباره برخاستن از بستر را نداشته باشد. یک روز گذشت. چون شهرباز در شکارگاه برادر را ندید، از بیم آنکه مبادا حال مهمانش وخیم‌تر شده باشد، برنامه شکار خود را رها کرد و تا حدی نگران به قصر برگشت تا از علت نیامدن برادرش باخبر شود. شاه زمان افسرده و پریشان در اتاق پذیرایی برادر بر روی بستر افتاده بود که شهرباز از راه رسید و علت آن همه غم را از برادر پرسید. بالاخره شاه زمان زبان به تعریف حکایت ماجرای خیانت سوگلی خود گشود. شهرباز از برادر مهمان خود پرسید: اما چه شد که وقتی به قصر من آمدی بیماری و افسردگی تو شدت گرفت؟ تو با این درد جانکاه که در درون داشتی 2 هفته رنج سفر و خستگی راه را تحمل کردی تا نزد من رسیدی. آیا همان غم باعث شدت بیماری و رنجوری بیشتر تو شده یا اینکه؟ در اینجا بود که شاه زمان دوباره زبان به سخن گشود و آنچه را در روشنایی روز و کنار استخر دیده بود برای برادر تعریف کرد و گفت: اگر رنجوری من به خاطر خیانت یکی از زنان اندرون قصرم، آن هم در شب و خلوت بود، اما اهل اندرونی قصر تو را در روز روشن در کنار استخر باغ بی‌پروا سرگرم فسق و فجور دیدم. اگر رنجوری من به خاطر خیانت یکی از زنان اندرون قصرم، آن هم در شب و خلوت بود، اما اهل اندرونی قصر تو را در روز روشن در کنار استخر باغ بی‌پروا سرگرم فسق و فجور دیدم. شهرباز گفت: از آنچه که در قصر تو رخ داد بسیار متاسفم و خوشحالم که آن 2 خیانتکار را به سزای اعمالشان رساندی، ولی از اینکه تمام اهل حرم سرایم در روشنایی روز دست به چنین کاری بزنند در شک هستم. آیا تصور نمی کنی که ممکن است اشتباه دیده باشی؟ اگر تو برادر بزرگ و عزیز کرده من نبودی و به تو اعتماد کامل نداشتم، اجازه نمی دادم حتی چنین حرفی بر زبان آوری و اگر کس دیگری چنین حرفی می گفت فرمان قتلش را می دادم. آخر چطور ممکن است تمام افراد اندرونی قصر من نابکار و خیانت پیشه باشند و حتی یک نفرشان هم حرمت مرا نگه ندارد؟ نه برادر جان، یقینا تو در اثر آن حادثه ناگوار و این راه دراز بیمار گشته و دچار مالخولیا شده ای. شاه زمان گفت: برادر جان،
من نه گرفتار مالیخولیا شده ام و نه دید خود را از دست داده ام. من پیشنهادی برای تو دارم و آن این است که در اندرون قصر شایعه سازی کن برای یک برنامه شکار به مدت طولانی تری دوباره عازم سفر خواهی شد. و ابتدا خدم و حشم را راهی کرده و به آنها خواهیم گفت که خیمه را برپا کنند تا ما هم به آنها بپیوندیم. در اندرون قصر تو هم این گونه وانمود می کنیم که با خدم و حشم راهی شده ایم ولی خود را از چشم دیگران دور کرده و در گوشه ای پنهان می شویم. من اطمینان دارم آن ماجرای هولناک دوباره رخ خواهد داد. شهرباز قصد سفر و رفتن به شکار برای مکانی دورتر و مدتی طولانی تر را در قصر خود شایع کرد. اما روز سفر آن دو برادر پس از خداحافظی از اهل اندرونی در گوشه‌ای پنهان شدند. در حالی که شهرباز با خود فکر می‌کرد آنچه که برادرش گفته یک اندیشه مالیخولیایی بیش نیست و او قصد دارد ضعف‌های دربار خود و بی‌کفایتی‌اش در نگهداری اندرونی‌اش را در دربار وی هم جلوه‌گر کند. اما هنوز ساعتی از روز نگذشته بود که اهل نابکار حرمسرا دوباره دور استخر باغ بساط ایش و نوش گستردند و گستاخانه به فسق و فجور پرداختند. شهرباز وقتی آن صحنه را دید به شدت متأثر شد و به گریه درآمد و از برادرش چاره خواست. شاه زمان گفت اگر حاضری این رسوایی بزرگ را به جان بخری همکنون دستور بده که جلادان تمامی این خیانتکاران را از دم تیغ بگذرانند و الا دم فرو بند و هر چه دیدی فراموش کن. شهرباز گفت راه سومی هم وجود دارد و آن چشم پوشی از سلطنت و ترک درباری چنین آلوده است. بهتر است راه بیابان در پیش بگیریم و ترک دیار و خانمان کنیم و در گوشه ای از زمین خدا گمنام و ناشناس زندگی کنیم که این پادشاهی ارزش چنین ننگی را ندارد. شهرباز و شاه زمان بی آنکه کسی متوجه شود در تاریکی شب از قصر بیرون آمدند و بدون هدف معین و مقصد مشخص راه بیابان در پیش گرفتند. چند روزی در بیابان راه رفتند تا به ساحل دریای عمان رسیدند. در آنجا درخت تناور و سرسبزی دیدند که چشمه آب زلالی در پای آن می جوشید. دو برادر آزرده خاطر و خسته پای آن چشمه نشستند تا اندکی بیاسایند و آبی بیاشامند. هنوز جرعه‌ای به لب نبرده بودند که دیدند در دوردست غباری به هوا برخاسته و غرشی سهمگین زمین و زمان را به لرزه درآورده است. ترس سراپای وجودشان را فرا گرفت. برای پنهان ماندن از نظر به بالای همان درخت رفتند و خود را لابلای شاخ و برگ‌ها پنهان ساختند که دیدند غولی بی شاخ و دم و عفریتی زشت و بدقواره به پای چشمه رسید در حالی که صندوق بزرگی روی سر خود داشت. هیولا صندوق را از روی سر بر زمین گذاشت، در آن را باز کرد که پریوشی آدمی پیکر و دختری آفتی دل از درون صندوق بیرون آمد. غول به آن زن زیبا گفت در طول راه صندوق تو را روی سرم گرفته بودم. حال خسته‌ام و دلم می‌خواهد بخوابم. تو مثل همیشه بالای سرم بنشین و مراقب اطراف باش و هرگاه خطری پیش آمد آنگونه که می‌دانی مرا بیدار کن. غول با گفتن این حرف سرش را روی زمین گذاشت و چشمان خود را بست و صدای خرناسه‌اش به آسمان رفت. وقتی خواب عفریت سنگین شد، دخترک از جیب خود ریسمانی درآورد که آن ریسمان از داخل حلقه بسیاری از انگشتری‌ها رد شده بود و دخترک با صدای بلند شروع به شمارش آن انگشتری‌ها کرد و با صدای بلند از یک شمرد و به 10، 20، 50، 70، 100 رسید و بالاخره تا رقم 570. آنگاه با صدای بلندی گفت امیدوارم در این یک شبانه روزی که این جادوگر بیشاخ و دم خواب است مردی از راه برسد و انگشتری 571 را هم از او بگیرم. ملکزادگان بالای درخت وقتی دختر را دیدند که با خود حرف میزند از بالای درخت پایین آمدند و در مقابل آن زن زیبا ایستادند. دختر بدون آنکه از دیدن آن دو برادر ترسی احساس کند گفت چقدر خوب، امروز تعداد انگشتری‌های من 572 عدد خواهد شد. سپس از آن دو برادر دعوت کرد تا در کنار او بنشینند. آنگاه زن گفت خیالتان راحت باشد که این دیو تا فردا همین وقت از خواب بر نخواهد خاست مگر به نوعی که فقط من میدانم و خودش یادم داده. البته آن هم در مواقع خطرناک که عفریت‌ها و غول‌های بیشاخ و دمتری پیدا شوند.
نه الان که 2 شاهزاده مثل شما آمدند. وقتی 2 برادر نگاه نفرت انگیز زن زیباروی را به غول دیدند، از زن پرسیدند: حال که میگویی این غول تا صبح فردا از خواب بیدار نمیشود، پس چرا نمیگریزی؟ زن زیبا سرش را با تأسف تکان داد و گفت: این غول واقعا عفریت است. او مرا جادو کرده و طلسم مرا در کنار شیشه عمر خود در جایی پنهان کرده که نمیدانم کجاست. اولا هیچ ضربه‌ای بر تن او کارگر نیست. حتی اگر شمشیر هم بر فرق سرش وارد کنی صدمه‌ای نمی‌بیند، مگر اینکه از خواب بیدار می‌شود و آن وقت است که دمار از روزگار کسی که به او ضربه‌ای زده در می‌آورد. در ثانی چون مرا جادو کرده و طلسم شده او هستم، اگر بیدار شود و مرا نبیند، نفیرکشان و پرواز کنان حتی تا آن سوی دنیا هم به دنبال من می آید و مرا می یابد، سخت به بند می کشد و بیرحمانه تر عذاب می دهد. من در روزهای اول اسارتم به دست این عفریت به قصد فرار از چنگ او دست به چنین کاری زدم، ولی متاسفانه سخت‌تر گرفتار شدم. زن زیبارو که ریسمان پر از انگشتری‌ها را در دست داشت، وقتی آن 2 برادر را در مقابل خود دید و فهمید که آنها مشتاق به شنیدن داستان او هستند، گفت: من دختر مغرور سرداری بودم. خواستگاران بیشماری داشتم که افرادی صاحب لیاقت بودند، اما من در بازی دادن آنها احساس لذت می کردم. کار بسیاری از عاشقان و دلدادگان من سرانجام به جنون و آوارگی و خودکشی رسید، از جمله پسری پاک نهاد که تنها فرزند یک زن شوهر از دست داده بود و چون آن پسر کارش به خودکشی رسید، مادر دلسوخته‌اش نفرینم کرد و گفت: امیدوارم عفریتی سر راه تو قرار گیرد، تو را برو باید که روزی 100 بار بمیری و زنده شوی. از قضای روزگار غول بیشاخ و دمی که همین عفریت به خواب رفته است عاشق من شد و من که نفرین آن مادر بیچاره را در مورد خودم اجابت شده می دیدم، به اولین خواستگاری که بعد از این غول از راه رسید جواب مساعد دادم. در شب عروسیم در یک لحظه غفلت همراهانم در راه آرایشگاه، این غول مرا دزدید و جادویم کرد و به عقد خود درآورد و طلسم مرا در کنار شیشه عمر خودش در داخل غاری قرار داده که من هرگز نتوانستم نشانی آنجا را بیابم، اما خودش گاهی پرواز کنان و نفیرکشان به آنجا می رود و باز می گردد. اکنون 5مین سالی است که من اسیر دست این عفریت سیاه‌دل هستم، هرچند می‌دانم به خاطر آن دلشکستن‌ها و نابودی و مرگ آن همه پسران جوان به چنین عقوبتی دچار شده‌ام، اما برای تلافی در صدد گرفتن انتقام از او هم هستم. 2 برادر با تعجب پرسیدند: چگونه داری از این غول بیشاخ و دم انتقام می‌گیری؟ زن بدسیرت جواب داد: این غول بیشاخ و دم خواب بسیار سنگینی دارد. وقتی به خواب می‌رود تا فردا همان وقت از خواب بیدار نمی‌شود، مگر اینکه من شاخه خشکیده ای را داخل گوش چپش نمایم. در آن صورت هراسان از خواب میپرد. من برای انتقام گرفتن از این غول بیشاخ و دم، وقتی که او به خواب میرود که معمولاً هر 3-4 روز یک بار است، با مردان بیگانه که در ساعات خواب عفریت سر راه هم قرار میگیرند معاشر و همنشین میشوم. این مردان هر که میخواهند باشند. در پایان معاشرت و نشست خود با آنها یک انگشتری از ایشان به یادگاری میگیرم و همانطور که دیدید انگشتری‌های ستانده را به ریسمان کرده ام. 570 عدد است که امیدوارم 571 و 572می‌اش را از شما 2 نفر بگیرم. 2 برادر از شنیدن حرفهای آن زن به ظاهر زیبا اما عفریت صفت آنچنان به خشم آمدند و از پیشنهادش به قدری شرمگین شدند که توقف در آنجا را جایز ندانستند و به راه خود ادامه دادند. قدری که جلو رفتند، شهرباز به برادر بزرگتر خود گفت: وقتی از ماجرای خیانت این عفریت در حق شوهرش باخبر شدم، دریافتم که غم و اندوه من و تو در برابر فلاکت آن غول بیشاخ و دم با تمام قدرت جادوگری‌اش هیچ است. لذا قصد دارم دوباره به قصر خود برگردم و بقیه گناهکاران اندرون قصرم را مجازات کنم و به سلطنت خیش ادامه دهم. حال بگو تو چه خواهی کرد؟ آیا به قصر حکومت خیش باز می‌گردی یا می‌خواهی تا آخر عمر نزد من بمانی؟ شاه زمان گفت: هیچ کدام. قصد دارم گوشه‌نشینی اختیار کنم و در دیار غربت به شیوهی ساده زندگی کنم و باقی مانده عمر را به عبادت بگذرانم. شاید آنچه بر سرم آمده نتیجه گناهان قبلی خودم بود که از روی غرور مرتکب شده ام. آری، شاه زمان و شهرباز این چنین از هم جدا شدند.
شاه زمان همچنان در ساحل دریای عمان بی هدف و مقصود اما رو به سوی خدا آورده به سوی مقصدی نامعلوم جلو رفت و شهرباز هم برای رسیدن به قدرت و سلطنت به عقب برگشت. شهرباز چون وارد قصر شد، ابتدا تمام اهل اندرون سیهکار و غلامان نابکار و تبهکار را فرا خواند و حاضران چون چهره برافروخته و چشمان خون گرفته پادشاه را دیدند برخور لرزیدند. این ترس وقتی به اوج رسید که شهرباز جلادان را صدا کرد و داستان خیانت آنها را که یک روز برادرش و روز دوم هر دو دیده بودند به جمع خائنان تبهکار یادآور شد و فرمان سربریدن همه آنها را صادر کرد که تعدادشان از 30 نفر هم بیشتر بود. شهرباز فقط به کشته شدن آن جفاپیشگان خیانتکار رضا نداد، بلکه فرمان داد تا تنهای از سر جدا شده آن عده بیش از 30 نفر را جلوی سگان گرسنه شهر انداختند. انتقام دوم شهرباز به مراتب از انتقام اولش وحشتناکتر بود، زیرا دستور داد که هر روز دختری از دختران زیباروی شهر را بیاورند و او را به عقد او درآورند و سحرگاهان شب عروسی که هنوز سپیده نزده دستور میداد تا جلاد گردن آن دختر را بزند و او را راهی دیار عدن بنماید. 3 سال بر این منوال گذشت. بیش از 1000 دختر در سحرگاه شب زفاف سرشان از تن جدا شد، به ترتیبی که دیگر در شهر دختری نماند و خانه و خانواده‌ای نبود که داغدار این انتقام جنون آمیز سلطان شهرباز نباشد. دیگر دختری در شهر پیدا نشد و وقتی شهرباز از این خبر آگاه گردید، وزیر اعظم خود را فرا خواند و به او دستور داد برای شب‌های آینده از هر کجا که شده دختر باکره‌ای بیابد. وزیر با چهره‌ای پردرد و غمناک به خانه آمد و بر سکوی در سرای خود نشست و سر در میان 2 دست گرفت. دانه‌های اشکش به دامان می‌ریخت که دخترش بر بالای سرش آمد. وزیر 2 دختر داشت به نام‌های شهرزاد و دنیازاد. شهرزاد دختر بزرگتر و انیس پدر بود. او وقتی پدر را آنگونه افسرده و گریان دید گفت: ای پدر، علت اندوه تو را می‌دانم، زیرا من هم دختری از دختران این شهرم و اگر تاکنون سرم بر باد نرفته چون دختر وزیر اعظم مملکت هستم. در این 3 سال آنها که دختری داشتند و توان ره کشیدن از این دیار و رفتن به ممالک دیگر را داشته‌اند، همه خانه ها را گذاشته و خانمان را برده‌اند. اینک من تمنایی از تو دارم. خواهشم این است که فردا مرا به عقد شهرباز درآوری، زیرا اگر تو با دست خود چنین اقدامی نکنی یقینا شهرباز انتقامجو خود به سراغ من و خواهرم و 1-2 دختر باقی مانده در خانه امرای لشکر خواهد آمد. مرا به عقد او درآور، یا من نیز چون دیگر دختران این مرز و بوم به تیغ هلاکت گرفتار خواهم شد و یا باقی مانده دختران مملکت خود را از این مهلکه نجات خواهم داد. خواهش‌ها و التماس‌های پدر نتیجه‌ای نبخشید، زیرا که شهرزاد همچنان بر انجام خواسته خود اصرار می‌ورزید. وزیر اعظم وقتی متوجه شد مخالفت با دخترش فایده‌ای ندارد و از طرفی می‌دانست که دیگر دختری هم در آن شهر و شهرهای نزدیک پیدا نمی‌شود و از طرفی به هوش و دانایی دختر شهرزاد اعتقاد کامل داشت، قبول کرد. بعد از ظهر فردا شهرزاد را به قصر بردند و او را به عقد شهرباز انتقامجو درآوردند و چون شب زفاف گذشت و هنوز چندی تا سحر باقی مانده بود و فرصتی هم تا آمدن جلاد بود، شهرزاد به همسرش گفت: شهریارا، آیا می توانم قبل از اینکه به فرمان شما سرم زیر تیغ جلاد رود خواهشی داشته باشم؟ سلطان گفت: غیر از طلب عفو آری. شهرزاد گفت: خواهشم این است اجازه دهی خواهرم دنیازاد به اینجا بیاید تا برای آخرین بار خواهرم را ببینم. سلطان قبول کرد. شهرزاد که دختری با فضیلت بود به خواهرش دنیازاد یاد داده بود که بعد از روبوسی و ریختن چند قطره اشک دروغین رو به شهرزاد کرده و بگوید: راستی خواهر جان، قصه‌ای که دیشب برایم تعریف کردی ناتمام مانده. اگر چند دقیقه فرصت داری آخر داستان دیشب را هم برای من تعریف کن. و شهرزاد در حالی که گاه بلند و گاه آهسته صحبت می‌کرد، حکایت بازرگان و عفریت را برای خواهرش تعریف کرد، به ترتیبی که سخت توجه شهرباز به داستان شهرزاد جلب شد. نقشی که شهرزاد و دنیازاد در مقابل شهرباز آن سلطان انتقامجو اجرا کردند، باعث شد که وقتی دنیازاد از خواهرش خداحافظی کرد و از خوابگاه و حرمسرا بیرون رفت، سلطان به شهرزاد بگوید: با اینکه فقط چند دقیقه آخر داستان را شنیدم اما برایم جالب و شنیدنی بود.
دوست دارم که این حکایت را از ابتدا برایم تعریف کنی که من شیفته شنیدن داستان‌های قدیمی هستم. اما حال که نزدیک سحر است و خوابم می‌آید، فردا شب داستانی که برای خواهرت به آن سرعت گفتی برایم به آرامی تعریف کن. و به این ترتیب شهرزاد قصه گو هر شب برای پادشاه یک قصه تعریف میکنه و ادامه قصه رو برای فردا شب میذاره و به این ترتیب 3 سال میگذره و توی این 3 سال 3 پسر برای پادشاه به دنیا میاره. شهرزاد با تعریف هر قصه زهر انتقام رو به آرومی از دل پادشاه بیرون میکشه و پس از شب 1001 که دیگه قصه‌ای برای تعریف کردن نداره، پادشاه اونو میبخشه و به خوبی و خوشی تا آخر عمر در کنار یکدیگر زندگی میکنه.